کشش نوت گرد. نوت گرد به اندازه 4 شماره طول میکشه و کوک ساز من ر لا هست. سیم دوم من میشه نوت لا، همون نوتی که توی تمرین 1 هست. آرشه راست از انتهای کمربند به سمت نوک آرشه، این میشه آرشه راست و برگشتش میشه آرشه چپ. حالا آرشه راست 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. تمرین شماره 2 معرفی نوت سفید هست. هر نوت سفید 2 شماره 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. تمرین شماره 3 صدای نوت ر هست که میشه سیم سوم و به اندازه 1 نوت سفید نقطه دار، یعنی 3 شماره 1 2 3 4 سکوته 1 2 3 4 سکوته 1 2 3 سکوت 1 2 3 سکوت.